بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چند دقیقه صحبت کنم. حمد و سپاس پروردگاری را سزاست که مخلوقاتش رو به گونه‌های مختلف خلق کرده و به اشکال مختلف آفریده تا رحمتش رو بر بندگانش نمایان کنه و اونها رو در شدائد و سختی‌ها قرار داده به جهت اتمام نعمت‌هاش و زیاد کردن رحمتش. در شرایطی قرار گرفتیم که اومدیم تهران و فضل خدا و عنایت خدا رو همین ابتدای امر شاهدیم. یعنی